السلام علیکم. سوزن تیجن سلامتان خوبه کن. همین قد کوشش کردم که نشده کن. چوا؟ اگر ما یک ویدیو شما را روی کردم خاطرتان باشد ناکن. حاضر مردم تاجیکستان مردکا گفته حساب کنیم اپشت مرده چخیل کار کدیسه من نمیدونم اپشت یک مرده ناموس نباشه مسکو به یک بچه مرد مسکو به یک بچه مرده گید همراهش گفته است همراهش نمیدونم یک شناسش کارت نمر خودش را مانده اپشت همین مرده کار کدیسته نخواد که این هم تاجیک باشد من نمیدونم اکه بانی خیلی بنوم او انسانی که وجدان نداره ما ای کارا میکنه انسان وجدان نداره اپشت مرده اکا میبخشید اپشت مرده خیلی آدم کار میکنند اینم تاجیکه نخواد اینم مخاجره نه آمدگه اینم مخاجره پدر نداشته یک مادر داشته من همین دیده پروستت همین قد دلم ساخت تاجیکای ما همین قد وجدانش نمیدونم ایمانش نمیدونم همین قد پسترین خلق شده رفته است تاجیکای ما اینترنت میبراید چیزی که شود همین تاجیک چیزی که پسترین کار شود همین تاجیک میکند نخواد که آبروی تاجیکا را همین قد پس میزند که سه چهار تا بیسوادا سه چهار تا نمیدونم همین قد حیوان هم خوبتره چیم همین خلقه چیم همین بچه را من نمیدونم اینا خودشان مرد حساب میتواند اینا مرد نیستن مردکای هم حرام میکنند زنکای هم حرام میکنند خوب گفته میتونم خوب گفته اپشت یک مرد کار کردگی انسان را همجم شوین این مردم ها همجم شوین اپشت مرد کار نکنین التماس دو سه تا همین چیزا رو من دیدم دو سه تاشه آخرش من چشمم پوشیدم نتونستم مجبور شدم که من برم خیلی شد من نبرم دوستی بودم که کمتر پرابلم داشتم همین پرابلم حل کنم گفته پروست نشد با من زنک هستم پرابلم خودم من خودم حل میکنم مردم اپشت مرده ها بموریدن اخبارتون همجم شوین ای مردم همجم مول شویتون ایناق شویتن همین قد وزمینه ازبکستان نگاه کنیتان بچه‌شان همش یک دیگرشان حمایه میکنه یک دیگر دستگیری میکنه نخواد همین ازبکا شده نمیتونه کدام ملت نگاه کنید یک دیگر فهمی هسته یک دیگرشان دستگیری میکنه تاجیک نگاه کنید تاجیک پسلین نوچرات های در کجا روید پسلین نوچرات های اور نامیز نمانده خلق ما با اور ناموس نمانده در کجا رویم که تاجیکا را گپ میزنه در کجا همیرا پدر مادر چه خیلی تربیت میکنن که فرزند کلون میشه و هم خیلی میشه اینا تو 18 سالگی در روسیه میوید تو 18 ساله را در تاجیکستان است اکا داره پدر داره مادر داره عمه داره خاله داره تقای داره بابا داره ماما داره همین قدر انسان هم فرزند چه خیلی تربیت میکنه که هم خیلی حیوان شده کلون میشه و فرزند اکا جان سوال شما به من جوابم همین که پدر مادرش اولادش حرامکار شده اینا را همین حرام لقمه کتی خوراندگی پوشاندگی برای همین خلق حرام شده دنیا میآیند همین خلق حرام شده میمورند هفت اولادش حرام شد بودگی اینا را این حلال نبودگی تاجیکا را زده کو خلق همین مرده ها را دیگه روشن وقت سیوز و وقت همین نوبه چی میگد همین خیلی شده آمدگی این اولادشان که پس بودگی برای همین پس شده میبیاید این اولاد اینا را هم پس میشود برای چی که اینا همین خیلی شده گی خونش که وجود شده رفته گی اینا همین آدم فجع خبر میکند تغره میکند میگه خبر دیگه چیز نه آدم فجع فقط خبر تغره میکند اینا را از زندگی این وزمینی آدمگری تغره نمیکند آدم خوب نمیبیاید اینا کار خوب نمیبیاید دستشونه فقط تاجیکا را پس زده میبیاید اینا پس زده آمدگی اولاداشان حاضر فرزنداشان همه خیل کرده فرزنداشان همه خیل کرده میآیند
اینا دیگه گپ ندارم. من خلق خودم بخشش میپرسم از دیگران این خلق آدم را پس آدمشان نه موندگیشان بخشش میپرسم. من برآمدگیم حقیقت گپ زدگیم این بخشش میپرسم. گپ حق گپ زدم این حقارت کردم اینشان من بخشش میپرسم. تا کی حق حقوق خودشان طلب نمیکند؟ تا کی؟ تاجیکستان با سوید نیست. 4 ساعت سوید میدهد 4 ساعت همینم تا کی؟ 4 ساعت هم همینه ویدانگری انصافگری همینه. تاجیکستان گفت که ما قرقیزستان قطعی قطع کردیم یعنی دیگر قرقیزده سوید نمیتیم. اگر سوید تاجیکستان در قرقیز نتیان در ازبکستان نتیان در افغانستان نتیان کجا کرده ایستادن این سوید؟ از نگوش روسیه میفروشن دیگه ملتان میفروشن. روسیه که علاقهشان خوبه خوبتر میدانید. برای همون تاجیکستان سوید هم براتون معلومات شد اگر نمیخیل عد کریتا کرده بگم خفه نشین. افغانستان در حاضر که طالبا سر قدرت آمدگی است گفتگیان که پول نداریم که سوید تبتیجا مردم به سوید نمونه به پول در افغانستان داده است تا که با طالبا اتنشینشون نقص کنن قطعی و طالبا اومده بشینن سلام علیک کنن به پول در افغانستان داده است. اونم طرف افغانستان کو سویتا شب روز فراوان نمیخواد چراغان است. تاجیکستان سوید نداره. امام علی برای که خودش شیرین کنه در پیش طالبا سویتا به پول داده است اونم یا تیم پول نمیگیره پدرکه که تو که خوب شوه فردا قطعیشون شین خیس کنن. برای چی که طالبان آمده کشتن نروند گفته با پدخلمی کرده است. امام علی پدخلمی چه آقا همه طالبان پدخلمی کردن خلق خودت به پدخلمی کن کمتره. خلق خودت بالاشان از سر بالاش میبردارد تره. ناانصاف شده تو ناانصاف شده. اولاد ناانصاف بود. این پدر همین امام علی پدر خودش نمیدونه به فکرت. برای همون همه خیلی حرام بود دیگه. اولاد این حرام بود. همه خون گریان کرنده است که وفشت خلق به نزدیک میخزد خسته است در کجا میگریزد. ماندگی همین منتا در کجا شما میگریزن؟ شما پول ندارین. حکومت شما پول ندارین در کجا میگریزی؟ خلق تینج بمانید. امیدوار همین خر نشوین. امیدوار همین نامش گفته نمیتونم. امیدوار همین خر نشوین. این خر میگریزه پول دارد همه چی دارد همه چیز خورد. او 30 سال دارد خورده است اویلش. شما در کجا اپشت کی پدخلمی کرده استین؟ ای حکومت اپشت کی به نزدیک خلق بخیزد کفه شما دود میکند. کفه شما پسکه ما میموریم پگه با دیگه یک تای دیگه میبیاید. شما پروا نکنید. همه خلق خب کرده نمیتونید. خلق بخیزد کفه شما میسوزد خون میریزد پلی بامو خون نریزد. التماس نرسیتون خلق سوید بیتیتون کمتر نرخا را پس بکنیتون. اینقدر 5 دادم همین دهانتان تکنید دهانتان میدرد به نزدیکی. اینقدر ناانصاف نشوین. شما هم مسلمان هستین کمتر فهمید خلق گشنه غریبان بسیار هیچ گم نه. غریبان من نمیگم هیچ گم نیست. نان خودشان خورده است خودشان پس زده است. اتک یتیمار چیکار کرده است؟ چیکار جوان مرده مرده است. همین گودکشان چیکار کرده است؟ گشنه تشنه. کیم گجاها خواب می رود کیم گجاها کوچه و کوچه خوبه. اینو شما انصاف ندارین وجدان ندارین. همین ناانصاف شدین. اگه شما نمیمورین پیش خداوند جواب نمیدهین. شما این پیش خداوند تا رفتن همین درون قبر یک بار فکر کن. قبر چخیل عذاب میدهد تره. کیم چخیل جوات نگاه شما را اجداد دارد تا روز قیامت. روز همین قبر فکر کنیدن کمتر. من قیامت گم نمیزنم. همین قبر نزدیک شما با قیامت خیلی دور های حالی. تا قیامت چقدر شما عذاب میکشیدن. دو وای کده کمتر قبرستان رفت بعد فکر میکنی که پیگه مردن اتن.
ای همین قد ناانصاف شدین، همین قد بی‌وجدان شدین. ای حکومت اوج بس بودگیست. همین قد دل من سوخته است خلق خدا. توکای اوج بس. من خیلی کمتر امین هستم. چی بگه بی سواد میگوید امین غریبانه. هم من بی سواد هستم. این سواد داره هسته که همین قد بی‌وجدان شده رنگ کریسه. اوج بس رنگ کریسگی. کمتر مرد شوین. چند کریسگی کدن کرته ایزار پاشین همین خیلی حکومت. فهمیدین؟ پیش چیم همین شین پاشیدن همین فوتبال کا پاشیدن کمتر کرته ایزار بپاش همین که خوبتر میشود. بس سکون. خلق همین که خورد خونشه اوج باز. حکومت اوج دیگه گپم نماد. همین گپ نمیزنم گفته بودم که اوج نشد. تا من نمی‌نواره آورد. اوج باز اوج. میبخشید اگه همین قدرم پر بود. اصلا یک چیز ده حیران هستم. یک سوال دیگه دارم. امروز شما گپ زدین من گوش کردم گفتم که تا آخر فکر نظرتون بگین. یک چیز دیگه ده حیران هستم. همون مرد چی خیل خوب میرود در روسیه. فرض کردیم удобствоش خوب است. انا свет داره، تپلینی داره، خونه داره. فرض کردیم کوارتیر استعمال میکنه. چی خیلی خوب میرود در همون خیلی جای удобствоی خوب در حالتی که در تاجیکستان مادری او بی‌سویتی شیشتگی است، فرزندش در بی‌سویتی شیشتگی است. مایلی زنش هم میگم حساب نمیکنی برای که در مردم ما زن قدر نداره. فرزندش، مادرش، پدرش، اکا دودر خودش در نام خنکی و کمر قطعی زندگی دارن. چه خیلی مرد در میتونه که در روسیه در تای سویت زندگی کنه. اینا وجدان ندارد. نمیخیزد که وجدان ندارد. گفته است که همین جبه بسیار تاجیکستان خدا ما همین جبه بسیارش زندگی میکنه. خانه دیگه اینگه با بسیاره همین جبه بسیار حاضر در مرک شده شمیده رفت. من برآمده که شمید دیده رفت. اینا یا من پرسیده استم برای چی شما نمیبرید؟ حق خودتان طلب نمیکن. اینا گفته است که پدر دارم مادر دارم میترسم میبرن یگان چه میکنن من نمیترسم. من گفته نمیتونم. اویله من تینجه همه چی هسته 100% میگه. من دیگه رشکت کاردار ندارم میگه. ندارم کندم. یا آخر سخن گفتنی داریم با مردم یگان یا که آخر سخن من خلق خودم من بخشش میپرسم. سخت گپ زدگی باشم اتک همین با می ارزد. خلق خیزین اوجه همجم شوین یک موش شوین. شما را یگان کس یگان چی کردن نمیتوند. این تپک شما خلق هستین این هسته. شما نباشین این هیچ کسی این تپک این منپول اویلش. همجم شوین یک دیگر فهمی کنین یک دیگرتان حقتان نخورین. به وجدان به ایمان نشوین ایماندار شوین کمتر انسان فهمین. ببراین آخی حق خودتان طلب کنین. من گفته که من همین بود. بخشش کن سلامت شوین در پناه خدا باشین. سلامت باشین برای فکر و نظراتون. ای در پای چراز راستی 2 ساعت شد ما برنامه را برده استودم. من خدمت بگیم که کمتر خسته هستم و جنبستش میکنیم در همینجا برنامه.